подготовила и прочла Мириам Гурова. اینجا اورشلیم، صدای اسرائیل. با درود به برنامه نیم ساعته رادیو اسرائیل که دومین برنامه ما در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته است خوش آمدید. این برنامه نیم ساعته در داخل اسرائیل به روی امواج FM پخش می شود و در دیگر نقاط جهان از طریق تارنمای اینترنتی radis.org قابل دریافت است. روز و اوقات شما شنوندگان گرامی در هر جای جهان که هستید خوش باد. شنوندگان گرامی، بخش فارسی رادیو اسرائیل 60 سال و 2 هفته پیش کار خود را به زبان فارسی آغاز کرد. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 خورشیدی است، 10 ماه میلادی مه سال 2017 میلادی. امروز روزی تاریخی است برای بخش فارسی رادیو اسرائیل. صدایی که به مدت 6 دهه یار و یاور شما عزیزان در جای جای جهان بود. بخش فارسی رادیو اسرائیل همانند تمامی بخش‌های زبان عبری، زبان عربی و دیگر زبان‌های خارجی و اصولاً همانند تمامی قسمت‌های سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل امروز به کار خود پایان می‌دهد. برنامه بخش فارسی رادیو اسرائیل بنابراین امروز به طور زنده اجرا خواهد شد، همانند هر روز دیگر، اما حال و هوایی کاملا متفاوت دارد. امروز بخش پایانی و آخرین پرده از این 60 سال و 2 هفته برنامه را در حالی به پایان میبریم که این امیدواری را کاملا حفظ میکنیم که در چهارچوب 2 سازمان و نهاد جدید خبری که در اسرائیل به زودی برپا خواهد شد، بخش فارسی رادیو اسرائیل بتواند برنامه‌های خود را به زودی تجدید کند. در طول امروز همراه ما بمانید و توضیحات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهیم داد. همانند هر روز دیگر که برنامه را با نگاهی به سرخط مهمترین گزارش‌های روز آغاز می‌کردیم، امروز نیز چند سرخط مهم خبری را به آگاهیتان می‌رسانیم. مجلس ملی اسرائیل کنست سرانجام پس از سالها مبارزه و چالش درونی سرانجام تصمیم گرفت که سازمان ملی رادیو و تلویزیون خود را به طور نهایی و قطعی منحل کند. بخش فارسی رادیو صدای اسرائیل بعد از 60 سال و 2 هفته امروز رسما به کار خود پایان می‌دهد. نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو ساعاتی پیش اعلام کرد ماجراهایی که منجر به بسته شدن سازمان ملی رادیو و تلویزیون کشور شد مایه شرم است و اندوه و او به شدت با آن مخالف بوده. رسانه‌های خصوصی در اسرائیل غالباً بسته شدن سازمان ملی رادیو و تلویزیون کشور را جشن گرفتند، زیرا شمار بینندگان و شنوندگان بخش‌های خصوصی ظاهراً مدتی افزایش خواهد یافت. بخش فارسی رادیو اسرائیل که در طول 6 دهه از زمان حکومت پادشاهی پهلوی برنامه‌های خود را در طول حکومتی دوستانه با اسرائیل آغاز کرده بود، در اوج انقلاب ایران وظیفه و رسالتی دیگر یافته بود. چندین نسل از ایرانیان در شمار شنوندگان بخش فارسی رادیو اسرائیل بودند.
امروز ویژه برنامه رادیو اسرائیل به عنوان پرده پایانی از کار با شکوهی که در طول 6 دهه ادامه یافت به شما عزیزان عرضه می شود. و اکنون همانند هر روز دیگر از شما دعوت می‌کنیم شنونده آخرین و مهمترین برنامه بخش فارسی رادیو اسرائیل باشید. اکنون پخش مشروع اخبار با فرنوش رام. نه تنها فرنوش رام بلکه شمار زیادی از عزیزان و همکاران، سروران، پایه‌گذاران، بنیانگذاران و همراهان عزیز، گزارشگرانی که در طول دهه‌ها برنامه بخش فارسی رادیو اسرائیل را همراهی کردند، امروز یا خود و یا قلبشان با ما همراهی می‌کند. شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه خورشیدی 10 ماه میلادی مه در سرنوشت سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل یک روز ویژه است. از سالها قبل دولت اسرائیل تصمیم داشت که تغییراتی را در سازمان ملی ایجاد کند. در چارچوب دموکراسی اسرائیل این تغییرات مستلزم تصویب و گذراندن قوانینی در کنست مجلس ملی اسرائیل بود و این قوانین سرانجام تصویب شد. تردیدی نیست که یکی از پایه‌های مهم بخش فارسی رادیو اسرائیل این صدای آشناست. جناب آقای منشه امیر که امروز همراه ما هستند و چه کسی مانند ایشان که از این 60 سال و 2 هفته برنامه بخش فارسی رادیو اسرائیل. آقای امیر، چند سال شما برنامه رو همراهی کردین؟ بله، امیدوارم چون اشکال فنی هم داریم. 57 سال و 3 ماه و 4 هفته. بله، 57 سال. بله، 57 سال. آقای امیر، شما به من گفتید که فرنوش قوی باش، برنامه رو با قدرت، با سرافرازی اجرا میکنیم و با اطلاع برنامه، هرچند امروزم چون همه بخش ها بسته است ما خواستیم با شرافت و با صداقت از شنونده هامون خداحافظی کنیم. همه همکاران که میدونن من یک مقدار احساساتی هستم به من توصیه کردن که امروز تا چه حد برنامه ها رو سعی بکنم به خودم مسلط باشم و برنامه های عادی رو اجرا بکنم و تا بیشترین توضیحات در اختیار شنوندگان بگذاریم. اما آقای امیر، چشمان شما رو تا حدی اشکبار میبینم. نه، مطلقا نه، به خاطر اینکه هر پایانی میتونه سرآغاز یک آغازی باشه. بنابراین نباید متاسف بود. در زبان فارسی میگویند که از این ستون به اون ستون فرجه. و باید امید داشت که تشکیلات جدیدی که میاد بهتر باشه، امکانات بیشتری بده. بله. شاید ساعت بیشتر، همکاران بیشتر. من در اینجا میخوام که واقعا سپاسگزاری بکنم از تمام یارانی که در طول سالهای مختلف با ما همراهی و همکاری کردن. بالاخره یک رادیویی که برنامه تهیه و تنظیم میکنه یک نفر نیست و چند نفر هم نیست، یک گروهی هستن که همه همکاران ما با صداقت کامل، با پیگیری، با ایمان به رسالتی که به عهده اونها گذاشته شده کار خودشون رو در رادیو اسرائیل انجام دادن و این فرصتی است که از همگان و به ویژه از شما خانم فرنوش رام سپاسگزاری بکنیم که توانسته اید این برنامه ها رو ادامه بدید. آقای امیر، اجازه بدین که با سخت‌ترین سوالات و با دشوارترین سوالاتی که واقعا ممکنه که عزیزان و یا حتی بگیم نه تنها عزیزان بلکه بدخواهان کشور اسرائیل ممکنه به ذهنشون برسه، من این برنامه رو ادامه بدیم، از شما بپرسم مگر ممکن هست که کشور اسرائیلی که میگوید در حال ستیز هست با رژیم جمهوری اسلامی ایران و ایران از زبان نخست وزیر اسرائیل نمیفته و مرتب آقای نتانیاهو در همین هفته های اخیر فرمودن که 80% مشکلات امنیتی اسرائیل ناشی از ایران هست،
و ایران میخواد در سوریه تثبیت نظامی بکنه قدرت خودش رو. خب چطوریه در این شرایط بخش فارسی رادیو اسرائیل مانند زبانهای دیگه بسته میشه؟ به چه دلیل؟ این رو شما توضیح بدین. بله، من میخوام یک چیزی رو اضافه بکنم و اون پیام 2 ماه پیش آقای نتانیاهو بود خطاب به ملت ایران که گفت ما با حکومت شما ستیز داریم ولی شما رو دوست خودمون و ما رو دوست شما میدونیم و ما میخواییم که ارتباطمون رو با شما تقویت بکنیم. بنابراین یکم واقعا شگفت‌انگیز می نماید که 2 ماه بعد از این وعده آقای نخست وزیر این وضع پیش بیاد، ولی باید توجه کرد که این وضع تنها به زبان فارسی محدود نمیشه، بلکه تمام زبان‌ها. ما به 11 تا 12 زبان خارجی رادیو اسرائیل برنامه پخش میکنه. علاوه بر این شبکه‌های مختلف داره، رادیوی موسیقی کلاسیک، رادیوی موسیقی سبک و رادیوهایی است که یکم جنبه دینی داره، یکی هست که جنبه کاملا غیر دینی داره. زبان عربی هست که در روز 24 ساعت اینا برنامه پخش میکنن و غیره و غیره. ساعت 7 بعد از ظهر امروز، یعنی کمتر از 2 ساعت دیگر، 2 ساعت منهای 12 دقیقه همشون بسته میشه. ولی این بسته شدن رو بیایید و ما به فال نمیدونم بگم نیک، ولی به این فال بگیریم که میبندن که یک چیز بهتری رو شروع بکنن. حالا پرسیدید که چطور ممکنه یک چنین وضعی پیش بیاد. ببینید، من همیشه از دموکراسی دفاع کردم. از نظر من، یعنی یکی از افتخارات من در رادیو اسرائیل این است که دموکراسی رو همیشه روش تاکید کردم و بهش ایمان دارم. ولی دموکراسی هم یک اشکالاتی داره، یک نقطه ضعف هایی داره. بله. و نقطه ضعف دموکراسی اسرائیل این است که هیچ وقت یک حزب واحد نتونسته دولت رو تشکیل بده. همیشه دولت ها ائتلافی بودن از احزاب غیر مذهبی، از احزاب مذهبی، از احزاب چپ، از احزاب میانه، از احزاب کارگری، از احزاب کاپیتالیستی و غیره و غیره. این است که هر گروهی و هر حزبی دولت رو تلاش میکرده که به یک جهت خودش ببره. آقای امیر، باجگیری مخصوصا در این دو دوره اخیر کنست، مجلس ملی اسرائیل، تقریبا ما از 120 کرسی مجلس تقسیم شده بین 27-28 حزب که بعضیشون جزو احزاب همپیمان با دولت هستن و دولت رو از دولت باجخواهی میکنن و این بلبشو در بسیاری از عرصه ها به وجود اومده. نه، من اسمش رو باجگیری نمیذارم. ببینید، هر حزبی برپا میشه برای پیشبرد یک نوع مسائل و منافعی که فکر میکنه که اینا منافع ملی هم هست. خب حالا برگردیم به سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل. من به خاطر دارم که سال 2008 بود که آقای نتانیاهو که تازه میخواستن... بله، من نمیخوام وارد جزئیات و مراحل بشم، این واقعا مطرح نیست. ولی مسئله در این است که احزابی در دولت آمدن که اینها گفتن که رادیو تلویزیون کنونی اسرائیل یکم ولخرجی میکنن. بله. این یکی. ولی یه واقعیت دیگر رو هم شما باید در نظر داشته باشید و اون این است که رادیو اسرائیل و تلویزیون اسرائیل و تمام شبکه‌های رادیو تلویزیون ملی اسرائیل همیشه خاری در چشم دولت‌ها بودن. همیشه کارمندان رو به چپگرایی متهم کردن. همیشه دولت‌ها ناراضی بودن از اون مطالبی که در رادیو پخش میشه که چرا از دولت شما بد میگید. خب یک رادیوی بی‌طرف باید بد رو بگه و خوب رو هم بگه و
ولی واقعیت اینه که در زبانهای عبری، بخشهای عبری رادیو اسرائیل از اول صبح ساعت 4 و 5 صبح که برنامه ها شروع میشه موجی از انتقادهای بسیار سنگین همیشه متوجه دولت هست، به طوری که حتی آقای نتانیاهو 2-3 سال پیش اومد کارمندان سازمان ملی رادیو تلویزیون بخش عبری رو متهم کرد که شما همکار حماس هستین. باشه، نه من بله واژه حماس رو به کار بردم، ولی من اینو قبول ندارم. ببینید، گزارشگر خوب کسی است که خوب رو بگه و بد رو هم بگه، هر دوش رو بگه، موافق رو خط بیاره، مخالف رو خط بیاره و شنونده ها خودشون قضاوت بکنن. این یکی. ولی دولت ها همیشه دلشون میخواسته که بر رسانه های الکترونی تسلط داشته باشن و یا اینکه لااقل اون رو به جهت خودشون ببرن. این بوده که همیشه دولت ها از بنگوریان شروع بکنید تا آقای نتانیاهو که میگید گفته بعضی از کارمندای بخش عبری با حماس زبان حماس هستن، اینا همیشه ناراضی بودن. و میخوام براتون یادآوری کنم، شما ممکنه به یاد ندارید چون نبودین اون دوره در رادیو، من بودم و میدونم. یک دورانی بود که رادیو اسرائیل بخشی از وزارت نخست وزیری بود، یعنی مدیر کل دفتر نخست وزیری یا شخص نخست وزیر افراد رو انتخاب میکرد و حتی گاهی دخالت میکرد، این خبر رو ندین، اون خبر رو بدین. اینا ولی مال دهه‌های بسیار دوره. بعد دیده شد که برای دموکراسی اسرائیل این یک وضع غیر قابل تحمله. بنابراین آمدن و سازمان ملی رادیو تلویزیون اسرائیل رو برپا کردن، رشوت هشیدور. بله، یعنی Israel Broadcasting Authority. بله، اتوریتی یعنی یک سازمانی که مستقله و از کسی دستور نمیگیره. بله. و در اونجا نمایندگان احزاب مختلف بودند و قشرهای مختلف و رادیو و تلویزیون مستقل بودند. ولی یک وضعی پیش اومد، نمیخوام مفصل بگم، یک وضعی پیش اومد که رادیو و تلویزیون مجبور شدن از بودجه مستقل خودشون صرف نظر بکنن، چون مردم حاضر نبودن بابت شنیدن رادیو و دیدن برنامه‌های تلویزیونی مالیات بیشتر بدن. اینو آمدن حذف کردن، به این مفهوم که ما دوباره برای بودجه خودمون نیازمند کمک‌های دولتی شدیم و این دوباره به وجود اومد. حالا یک تشکیلات جدیدی رو به وجود آوردن، قرار از دوشنبه آینده شروع به کار بکنن، اما هنوز معلوم نیست که بخش فارسی در اون چارچوب باشه یا نباشه. هنوز این روشن نیست. خیلی از زبان‌ها معلوم نیست که سرنوشتشون چه خواهد بود. چند ساعت در روز، از چه ساعتی شروع بکنن. ما امیدواریم و اطمینان داریم در واقع که شنوندگان ما رصد میکنن و گوش به زنگ هستن. ما از طریق وبسایت radis.org اطلاع خواهیم داد که کی دوباره برنامه پخش میکنیم. در ضمن امیدواریم که تمام اون رسانه‌های برون اسرائیل که برنامه ما رو رله میکنن به طور کامل و دائمی، پرژن رادیو، تلویزیون ایران آریایی در بسیاری از کشورها، رادیوهای مختلف در سوئد، در کانادا، بله. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، بله. عزیزان و رادیوهای محلی بودن که همواره در طول دهه‌ها برنامه ما رو رله کردن، دنبال میکنن و به هر حال خیلی امیدواریم که در آینده نه چندان دور این برنامه رو شروع بکنیم دوباره. ولی من یه خداحافظی باید از شنوندگان بکنم، به خاطر اینکه از دوشنبه آینده من یک سفری رو میرم در نیویورک، بنیاد مکابی. بله. که بنیاد بسیار فعالی هست و خیلی موثره و بورس تحصیلی میده به دانشجویان ایرانی در اسرائیل، به افتخار آقای سیون ماهفر که بنیانگذار این جریان بودن، بنیاد مکابی برای ایشون بزرگداشت میگیره که الان بیشتر از 23 ساله که ایشون در ریاست بنیاد مکابی هستن و در واقع 32 ساله که ایشون خدمات عمومی میکنن و این جشن برگزار میشه و من میرم که در جشن ایشون حضور داشته باشم. ولی اطمینان دارم که شما
با تدبیر و کفایت خودتون این برنامه ها رو اجرا میکنید تا من از سفر برگردم. بسیار از شما سپاسگزاری میکنیم آقای امیر. اجازه بدیم برگردیم به سال 2014 که در اوج جنگ ارتش اسرائیل با حماس در نوار غزه 29 جولای 2014 ساعت 3:30 شب تعداد اندکی حدود 1/3 نماینده های مجلس در کنست حضور داشتند و دم صبحی اومدن قانون انحلال سازمان ملی رادیو تلویزیون رو تصویب کردند و در طول این 3 سال اخیر این خواستن این قانون رو اجرا بکنن، اما حقیقت این هست که نشد و حالا وارد این جزئیات نشیم. عرض کردم در اسرائیل دولت ائتلافی احزاب مختلف هستن، هر کدوم منافع خودشون رو دارن. وزیر دارایی ما از حزب کولان و آقای مشک خلون تصور میکرد که میتونه در صرف بودجه صرف جویی بکنه و از این نظر آمد و پذیرفت که ما اگر این رو ببندیم و کارمندان رو با حقوق کمتر در یک تشکیلات جدید چیز بکنیم، استخدام بکنیم، میتونیم صرف جویی بکنیم. ایشون اشتباه کرده و فکر میکنم که کل تشکیلات رادیو و تلویزیون اسرائیل از نظر میزان بودجه در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی هم صرف جویانه است. ولی از عدالت دور نشم و یه نکته دیگر رو هم بگم. تشکیلات کارگری حرفه‌ای داخل رادیو و تلویزیون اسرائیل، یعنی صدا برداران، فیلم برداران، اینها یک قدرت بیش از حدی داشتن و دائما یک امتیازات مالی رو از رادیو و تلویزیون میگرفتن که این کار درستی نبود. ولی بالاخره اینها همه باعث بسته شدن. حالا چجوری به این مرحله رسیدیم واقعا این مطرح است. فقط برای شنوندگان بگیم آقای امیر که در طول این 1 سال اخیر هر وقت که بسته شدن کل سازمان ملی رادیو و تلویزیون، بخش عبری و تمام شبکه‌های رادیو و تلویزیونی مطرح میشد، تظاهرات زیادی به پا میشد. ما سعی می‌کردیم که همیشه با امیدواری این امید رو حفظ بکنیم که چنین چیزی واقعا اتفاق نیفته. آقای نخست وزیر چند وقت پیش تاکید کرد که این قانون اصلا بسیار قانون بدی است و ما بیشترین تلاش رو خواهیم کرد که سازمان ملی اون اصلاحات و رفرم‌های لازم رو بگذرونه و برگرده و کارمندانش 1300 کارمند باقی ماندهش در بدر و سرگردان نشن، اما اپوزیسیون به ایشون اجازه نداد. عرض کردم مجموعه عوامل، یعنی قدرت بیش از حد کمیته های کارمندی در داخل رادیو اسرائیل، اتهامی که بیشتر برنامه ریزان و برنامه اجرا کنندگان رادیو و تلویزیون چپگرا هستند. این تلاش دولت که برای تا اونجایی که میتونه بر رادیو و تلویزیون تسلط داشته باشه که اشتباه کردن. رادیو و تلویزیون واقعا باعث شگفتی و تحسینه که بی‌طرفی خودشون رو حفظ کردن، با سران حماس صحبت کردن، با محمود عباس صحبت کردن، موافق را آوردن، مخالف را آوردن و این افتخار دموکراسی ماست. آقای امیر، امروزی مقداری از همین آرم‌های برنامه‌های مختلف رو آماده کردیم که در طول برنامه امروز پخش می‌کنیم. یوسی عزیز صدا بردار ما که اهل بخارا هستن. یوسی جان بבקשה תשדר את התוכניות האלה, את האותות בהתחלה תשדר את התוכנית. ما یه برنامه داشتیم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده به سالهای زیاد و ایشون یک دو سال خورده‌ای و توضیحاتی بود در مورد وضعیت خاورمیانه و اسرائیل که با این آرم پخش میشد. یوسی جان تشدر את זה, پخشش کن یوسی. مباحثه میان دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل با منشه امیر. پرسش‌های اساسی درباره مسائل اسرائیل، عرب و دیگر کشورهای خاورمیانه.
میزبان و پرسشگر دکتر رضا تقی‌زاده و منشه امیر پاسخگوی سوالها. خب این یکی از برنامه‌هایی بود که در دوره اخیر پخش شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت و یکی از برنامه‌های عجیبی بود که آقای امیر ما همیشه پشت این میکروفون از کارشناسان سوال می‌کنیم. در چارچوب این برنامه‌ها شما دکتر تقی‌زاده رو وادار یعنی تشویق کردین که ایشون از شما سخت‌ترین سوال‌ها رو در مورد اسرائیل بپرسن و شما پاسخگو بودید. یکی از ببینید من هنگامی به فکر اجرای این برنامه افتادم که دیدم که هیچ رسانه خارج از اسرائیل بی‌طرفانه درباره اسرائیل مطلب پخش نمی‌کنه. هیچ کدوم واقعا گاهی من خونم به جوش می اومد ولی چاره‌ای نداشتم و تنها ما هستیم که در اسرائیل زندگی می‌کنیم، از واقعیات، از خوب و بد این کشور آگاهی داریم. از آقای تقی‌زاده تقاضا کردم، گفتم به من نگین چی میخواین بپرسین. بله هر چی که دلشون هر چی شما دلتون میخواد برین. سوالای سخت این ادعاها و افتراها و اتهاماتی که به اسرائیل وارد میاد در به اصطلاح گروه‌های روشنفکری، گروه‌های چپ و غیره، اینها رو جمع بکنید از من بپرسید، هر کدومش از نظر اسرائیل یک جوابی داره. بله یوسی جان، برنامه بعدی رو که آماده کردیم پخش کنید. سلسله برنامه‌هایی بود در مورد هولوکاست، انکار هولوکاست و واقعیات یک فاجعه بشری و یکی از مهمترین برنامه‌های ما آقای امیر گفتگوهای سیاسی هفته بود. فکر می‌کنم 30 و اندی سال قبل این رشته برنامه‌ها شروع شد. هنوز بسیاری از تلویزیون‌های فارسی زبان نبودن. گفتگو با کارشناسان مثل امروز به این حالت امروزی نبود. خیلی از برنامه‌ها رو ما مبتکرش بودیم. گفتگو با شنوندگان 30 و اندی سال قبل که در هیچ رسانه‌ای وجود نداشت و گفتگو با کارشناسان از جمله با این آرم. یوسی گفتگوی سیاسی هفته از رادیو اسرائیل. آقای امیر در طول بیش از 30 و اندی سال با هر هفته با کارشناسان، یکی دوتا کارشناس مختلف گفتگو کردیم از مقامات مهم آمریکایی من به یاد دارم تا به عزیزان فارسی زبان، برخی از مقاماتی که در کشور اسرائیل بودن. الان کی به نظرتون میاد که مهمترین کسی بود که باش مصاحبه کردیم از نظر شما به دلتون نشست؟ من فکر میکنم تمام یاران، تحلیلگران، دوستان، کارشناسانی که ما باشون صحبت کردیم هر یک در رشته خودش بسیار بسیار خوب بود و از همه راضی هستیم و از همه سپاسگزاری میکنیم. در مورد شیوه انتخاب مصاحبه شونده ها همیشه سعی کردیم که موافق و مخالف رو پیدا بکنیم که یه بار این صحبت کنه یه بار اون صحبت بکنه. همون گونه که امیدوار هستیم که توضیحات من و جناب امیر در این فرصت کوتاهی که داشتیم به ثانیه‌های پایانی واقعا رسیدیم. از برنامه 60 سال و 2 هفته از شما از همه عزیزان سپاسگزاری میکنیم. بسیار امیدوار هستیم که از همه عزیزان درخواست میکنیم که ما رو همراهی بکنن و جستجو بکنن، دنبال بکنن که بتونیم در آینده‌ای بسیار نزدیک برنامه‌ها رو از سر بگیریم. از شما و از همه عزیزان خاطره های بسیاری داریم. آقای امیر، من در طول امروز همش داشتم فکر میکردم که اگه از من بپرسی فرنوش خوشترین خاطرت چیه، چی بگم؟ خدایا به کدوم خاطره؟ فکر میکنم روزی که ایرانیان در لس آنجلس به شما لقب بانوی شایسته سال رو دادن. سپاسگزاری میکنم. بله، من به عنوان زن سال انتخاب شدم. قدردانی میکنم از همه عزیزان که این نشان پر افتخار رو دادن و من به عنوان یک زن ایرانی این نشان رو در آمریکا دریافت کردم. اما خوشترین خاطره‌ای که من دارم روز پایان جنگ ایران و عراق بود آقای امیر، که احساس کردم که ملت
ملت ایران از این جنگ 8 ساله رها شد. آقای امیر، به امید آن روز خوشی هستم که پایان فتنه جمهوری اسلامی در ایران اعلام بشه. امیدوار هستم که صدای رسای من که شنوندگان بسیاری همواره به من گفتن شیر مادرت حلالت باشه و من از مادرم قدردانی میکنم، از پدر بزرگوارم قدردانی بسیار میکنم و امیدوار هستم این شیر حلالی که به من گفتن، من با صدای رسای خودم روزی پایان رژیم ننگین جمهوری اسلامی رو در ایران اعلام بکنم.